با همگی سلام علیکم دوستان عزیز. در این ویدیو میخوام با شما یک خبر رو رسونم. شخصانی که میخواهید در خارج کشور مخصوصا در دولت ترکیه تحصیل نمایید، حرکت خود را برای حجت سپاری آغاز کنید، چون که از ماه ایول سر کرده قبول داوطلبان خارجی به دانشگاه‌های ترکیه سر شد. برای حجت سپاریدن به دانشگاه‌های ترکیه برای داوطلبان کدام حجت‌ها لازم است؟ پیش از همه این زاگرام پاسپورت. حجت دومی که لازم میآید این اتستات ختم، یعنی اتستات صنف 11 و بعد دیگر چیزی که به شما لازم است این شرطنامه دانشگاه که وابسته از دانشگاه ها وابسته از فاکولتت ها گوناگون می شوند. بعد از سپاریدن به دانشگاه، یعنی بعد از حجت سپاری به دانشگاه، شما باید ویزای دانشجویی توری کنید. البته به همه ما شما معلوم است که از ماه اپریل سر کرده ترکیه برای شهروندان تاجیکستان ویزا جاری کرد. از همین خاطر بدون ویزا رفته تحصیل کردن غیر امکان است. شما باید حتما ویزای دانشجویی گیرید. یعنی در عموم چیزهایی که با دانشجو با داوطلب در کار است این زاگرام پاسپورت، اتستات صنف 11، پول شهرنامه و ویزای دانشجویی. دوستان عزیز، اگر که این ویدیو پیشروی زیاد نشان دهد، یعنی که لایک و کامنتاری و این ویدیو اگر زیاد شود، حرکت میکنم که درباره نرخ شرطنامه‌های دانشگاه‌های ترکیه و اینچنین درباره حجت گذاری و درست نمودن ویزا ویدیوی پورا کنم.